راز بقا به دامنه های کوه زاگرس می رویم. در دامنه های این کوه موجودی زندگی می کند به نام لور. این موجود بسیار خطرناک، شباهت عجیبی به انسان دارد. او دارای سری بزرگ و بدون مغز است. غذای مورد علاقه این موجود کباب با پیاز است. از مشخصه های دیگر این موجود بوی بسیار بد و نافذ و کشنده او می باشد که از این بو بسیار خوشنود می گردد. این موجود علاقه وافری به نیسان دارد و به صورت عمودی بر میله های افقی نیسان آویزان می شود. او به صورت جنون آمیزی به ساز و دهل علاقه نشان می دهد و چوب بازی تنها سرگرمی اوست که هیچگاه از آن ارضا نمی شود. در این بازی این موجود چنان با چوب به جان هم میافتند که گویی با هم پدر کشتگی دارند. این موجود در برابر واژه ماشاءالله عکس العمل عجیبی از خود نشان میدهد که او را مانند کوه آتشفشان در حال فوران میسازد. از وسایل ارتباطی او میتوان از گاله نام برد که برد این صدا در حدود 2 کیلومتر و با سرعتی معادل نور میباشد. در هنگام برخورد با چنین موجودی بهترین راه فرار است. اگر با این موجود دعوایتان شد و او فرار کرد، شما هم فرار کنید، چون او به دنبال پاره آجری رفته است.